تمامی همون یارمارکاهایی که برگزار میگردد همون جایهای کاری خالی را با مزد معاش بهترین همین مزد معاش در خارج کشور ممکن که همینا نیابند. این سخنانی وزیر کار و مهاجرت صالحه خال محمدزاده درباره جایهای خالی کار و معاش در تاجیکستان است. توصیفی که نه همه به آن راضی‌اند. از جمله صدرالدین شریپوف ساکن ناحیه دوستی اندیشه دیگر دارد. این جوان 20 ساله را در یک روز بارانی در دوشنبه و در حال پیدا کردیم که تلاش رفتن به روسیه را داشت، چون در کشور کار و معاش مناسب نیافت. قفای هم شیدن در کره دیگه اینجا کتی نمیشه. بود کده اومدیم نه بریم کار کنیم زنگ گرفتن در کره. مثل صدرالدین هزارها تن در تاجیکستان از بیکاری رنج میکشند، ولی مقامات دولتی روایت دیگر دارند. آژانسی آمار میگوید در 3 ماه سال 2026 بیش از 48,000 جای کار ایجاد شده است. این آمار اگر واقعیت داشته باشد تقریبا هر روز در تاجیکستان 500 جای کار فراهم می شود. وزیر کار و مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ماه فوریه در نشست خبری حتی گفت که دیگر ضرورتی به خارج رفتن نیست. در نیروگاه برقی آبی روغون یعنی سال روان ما زیاده از 3600 نفر رو مراجعت کردن با جای کاری تامین نمودیم و دیگر شرکت هایی هست که مزد بسیار بلند دارد. در این مسئله ما کارهای فهماندهی رو با شهروندان زیاد کردن ما لازم است که در همین جا ما میتوانیم مردم رو شهروندانمون رو با جای کاری دائمی تامین نماییم با مزد معاش بهترین. آژانسی آماری تاجیکستان هم میگوید نزدیک به 70% جایهای کار دائمی اند و حدود 26,000 جای کار را بخش خصوصی فراهم کردند که بیشتری آن در بخش بناکاری، کشاورزی و صنعت بودند. هرچند این نهاد افزایش جای نوی کار را یکی از عامل‌های مهمی بهتر گردیدن سطح شغل اهالی و رشد اقتصادی ملی دانسته است، تحلیلگر فاضل جان فتح‌اللهیف نظر دیگر دارد. خود همین روند صاحبکاری و فضای صاحبکاری منبع اساسی کلیدی تامین کنی شغل اهالی است. متاسفانه از سبب آن که سیاست فیسکالی دولت یعنی که جریمه بندی و اندازبندی مقامات دولتی نهایت شدیدند، فضای صاحبکاری از البته ضعیف میشه. صاحبکار هوسمند نیست که شرکت خود را رشد تکان دهد و جایهای نوی کاری تأسیس دهد. این تحلیلگر نامساعد بودن فضای صاحبکاری و ناچیز بودن مزد کار را در کارخانه‌های دولتی عامل اساسی رو به مهاجرت آوردن اهالی می‌داند، زیرا از نگاه او به دلیل بلند بودن نرخ و نوا معاش تنها به خراجات کمونالی میرسد و بس. با وجود شدت بلند بیکاری و مهاجرت، وزارت کار میگوید تنها در سال 2025 280,000 جای کار نو ایجاد شده است که 74,000 آن دائمی اند، اما بیش از نصف این کارها زیاده از 150,000 موسمی بودند. سطح بیکاری در کشور رسما همگی 2% برآورد شده است و بنا به معلومات وزارت مهنت در کشور همگی 58,000 تن بیکار نامنویس شدند. آماری که با واقعیت بازار کار تاجیکستان همخوانی ندارد.